خبرگزاری ایلنا از وجود هزاران کودک بی‌شناسنامه در سیستان و بلوچستان خبر داده است. این کودکان به دلیل نداشتن شناسنامه از تحصیل باز می‌مانند و به کلاس‌های حضوری و نهضت‌های سوادآموزی خانگی می‌روند تا خواندن و نوشتن را بیاموزند. نماینده زاهدان توضیح داد که افراد بی‌شناسنامه باید در شورای تأمین هر شهرستان تایید شوند و نیروهای مختلف مانند نیروی انتظامی، اطلاعات، سپاه، دادگستری و ثبت احوال در این فرآیند نقش دارند. اگر تایید شوند، شناسنامه دریافت می‌کنند، در غیر این صورت بلا تکلیف باقی می‌مانند. روژ تیوی، لطفاً فالو کنید.